پیغمبرم، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما. که اصل 12 و اصل 19 آزادی داده، آزادی تعلیم به ما داده است. قانون اساسی برای من میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی میده و قانون اساسی به ما را در تعلیم آزادی داده، ما نمیتوانیم که حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم. و در دست علمای شیعه بدیم. ولهذا ما چگونه میتوانیم که دینمون را و مذهبمون را در دست شما بدیم؟ ما نمیتونیم اعتماد بکنیم این مسئله را. ولهذا اخوت ما شرط اخوت ماست، شرط اخوت ما و برادری ما اینه که بخش مذهبی، حوزه های علمیه، مساجد، شما با مسائل مذهبی ما کار داشته نباشه، نظارت کنه دولت، ما میپذیریم. و ما را هم الله از زندان بترسونید، نه از احضار بترسونید. ولی از مرگ ما هراسی داریم. که شما حوزه دارید در قم، درسی و تدریسی و ما را هم بگذاری به همین حالتمون، ما به حالت خودمون مشغول باشیم و ما را در تنگنا نگذارید، ما را فشار نیاورید، بازداشت نکنید، علماء ما را احضار نکنید، گفتمان بشینید با ما اگر حرفی به منطق زدیم حرف ما را رد کنید. و من یک چیزی که خیلی تعجبم اینه که هیچ جای در هیچ حکومتی در هیچ جای از دنیا عرض کنم که اینقدر حرف وحدت زده نمیشه که در ایران زده میشه و هیچ جای عدالت اینقدر صحبت نمیشه که در ایران صحبت میشه. متاسفانه صحبت وحدت هست اما وحدت رعایت نمیشه. چرا اینطور باشه؟ حرف ما و عمل ما تفاوت داشته باشه. مجموع تقریب اینجاست، هفته وحدت اینجایه. و من این مطلب را عرض میکنم، میخواهیم مطلب را هم بدانند که ما تا حالا در رابطه با حقوق ملیمون مثلا صبر کردیم تا حالا و 30 سال ما برای حفظ وحدت و برای حفظ اخوت و برادری تا حالا صبر کرد. ولی ما این فرزندان ما که در دانشگاه ها تحصیل میکنه در دست ما موندن. آینده اینا را ما احساس میکنیم تاریکی آینده اهل سنت. خب این دانشگاهی ها که میره تخصص حاصل میکنن، تحصیل میکنن، اینا باید استخدام بشن، واگذاری مسئولیت و مناصب. تا حالا برای این مسئله ما در سر درست نکردیم. ولی وقتی که شما میخواهید مسئله مذهبی را مطرح کنید و حوزه ها را، از این پس ما هم مجبور میشیم و ما هم به هر حال این حق قانونی رو مطالبه بکنیم. با کجای دنیا شما سراغ دارید؟ من به برادرانم خطاب میکنم که کجای دنیا شما سراغ دارید که از مسجد مانع بشه که شما نمیگذارید ما مسجدی در تهران بسازیم؟ آخه برادری در روسیه، در اوکراین، در آلمان، در کجای دنیا هر جای بررسی شده در تمام از کنم مراکز قدرت و پای تخت تمام بلاد اسلامی و غیر اسلامی مسلمان ها مسجد دارن. شیعه داره، سنی داره، مسلمان، همه مسلمانان دارن و شما تا حالا اجازه ندادیم ما مسجدی در تهران بسازیم و این همه شعار مجموع تقریب در تهران، این همه صحبت از وحدت هست، مسجدی اهل سنت داشتن باشه. آخه من نمیدانم چگونه شما اینا توجیه کنید و این واقعا برای همه ما این سخته.